درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. آقا در مورد یه دو تا موضوع می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم که تو آمریکا خیلی اتفاق میفته. شاید خیلی‌ها فکر کنن چون آمریکا یک کشور پیشرفته است مثلا همچین موضوعایی توش دیگه جایی نداره و حل شده، ولی می‌خواستم بگم نه، هست. و اولین موضوع این قضیه پارتی بازیه. یعنی پارتی بازی برای پیدا کردن کار، برای پیدا کردن شغل یا پیدا کردن مثلا بخوای دانشگاه اینا، چقدر این پارتی بازی تاثیر داره. حالا اینجا اسمش پارتی بازی نیست، اینجا بهش میگن کانکشن یا ارتباط یا اتصالی که شما دارین و این قضیه خیلی جدیه اینجا. یعنی به نظر شخصی خود من و تجربه‌ای که من تو این سالها نگاه کردم، شایسته سالاری رو میذارن کنار و اون کانکشنی که داره، اون اتصالی که به یه شخصی داری رو نگاه میکنن و از اون طریق مثلا یا استخدام کارت میکنن یا دانشگاه میدن و اینا. برای همین خواستم بگم که آقا این پارتی بازی که تو ایران هست اینجا هم هست متاسفانه، فقط اسمش فرق میکنه. دومین دلیل که چیزی که می‌خواستم باهاتون صحبت کنم که همتون هم میدونین، یعنی تمام دنیا میدونن، پوله. که پول شما ثروتمند باشه یکی چقدر میتونه کاراش راحت‌تر راه بیفته. خب نمونه بارزش رئیس جمهور منتخب آمریکا اگه میلیاردر نبود شما فکر می‌کنید واقعا رئیس جمهور آمریکا میتونست بشه؟ محال بود. و متاسفانه اینجا چه بخوای کار بگیری، چه بخوای بری دانشگاه، چه بخوای بری مثلا ورزش‌های حرفه‌ای بکنی و اینا، اگر خانواده ثروتمندی داشته باشی خیلی راحت‌تر میتونی وارد این مثلا کار بشی یا دانشگاه بشی. و این خیلی معروفه اینجا. مثلا میگن که خانواده خیلی ثروتمند اکثر بچه‌هاشون مثلا دانشگاه‌های خیلی خوب میرن، مثل هاروارد، مثل نمیدونم استنفورد. کاری که اینا میکنن، خانواده میان یه پولی دونیت میکنن یا یه پولی اهدا میکنن به این دانشگاه و در آینده فرزندشون که بخواد بره وارد اون دانشگاه بشه خیلی راحت میتونه پذیرش بگیره و راحت راش میدن و این شایسته سالاری رو اصلا به کاملا میذارن کنار. یعنی اگه بچه‌ش خنگ هم باشه بازم میتونه بره اون دانشگاه درس بخونه و مدرک بگیره. و نمونه بارزش خود همین چیزه، بوش پسر. خب بوش پسر به خاطر که پدرش اون موقع نمیدونم سناتور بوده بعد رئیس جمهور میشه، تونسته بود بره هاروارد درس بخونه و یه مدرک الکی از هاروارد گرفته بود و دیگه اومده بود و بعد شد رئیس جمهور آمریکا. ولی همه میدونیم که تو چقدر خنگ بوده، حتی نمیتونست حرف بزنه طرف، بعد شده بود رئیس جمهور آمریکا. میخواستم این دوتا موضوع رو باهاتون در میون بذارم، ببینم اگر کامنتی، سوالی، چیزی دارین من در خدمتتونم جواب بدم. ولی اگر تو ایران این قضایا هست، اینجا هم هست متاسفانه. و یکی دو روز بود ذهن منو مشغول کرده بود، گفتم بیام یک صحبت کوتاهی باهاتون در این مورد داشته باشم. خوب و خوش باشید، منتظر پیغاماتون هستم. دوستتون دارم. فعلا خداحافظ.